سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. این سری اومدیم با ویدیو یه روز کاری، البته ویدیو راننده تاکسی با ابری سلام کن. بریم برای ادامه کار. سلام دوستان، ایشون اسمش احمده و سنش 50 خورده‌ای هست. احمد همیشه عادت داره که قبل از رفتن به سر کار تلویزیون تماشا کنه. هیچ وقت نمیشیم چون نمیشیم ماهاری. خیلی خوب. خلاصه میخواستم بگم این زمه ارسلان نفرین شدن. خدا دوستت داشت پسر. دیگه ساعت بعد از ظهره و وقت رفتنه. پوستم مایه سوسیسه. قبل از رسیدن به سر کار نیازی به گاز دادن هست چون مقدون به صرفه تره نسبت به بنزین. ساعت 1:30 بعد از ظهر و بالاخره رسیدیم سر کار. جناب از فرجادی میریم؟ بفرمایید. سلام. بدیم شما خب اولین مسیر رو بریم با مسافر رو ببینیم چی میشه. خب یه 4 تا جوک تعریف کن بخندیم. یه روز یه آقای میره خواستگاری، بعد ازش سوال میکنه خانواده عروس، میگن که شغل چیه؟ میگه من قاضی ام. میگن به به چه شغل خوبی. میگه حالا کدوم شعبه کار میکنی؟ میگه که من خودم اسمش اصغر بوده، بعد ترکم بوده.
بعد میگه که میای بالا پلغونزار یه دانه پنز خاور اونجا وایساده قاز میفروشه و هر چی بگه اسکر قاضی منو میشناسه شوبه موبه نداره شوبه اونجا یعنی منظورش از گازی بود. گاز میفروخته. خب پس چرا اینطوری میگه؟ میگه ترکا چون به خود لهجهشون به خاص میگن گاز، به گاز میگن قاز، به خاطر اینه لهجهشون بامزه میشه. یه روز حکومت نظامی بوده اول انقلاب. بعد ساعت 10 به بعد دیگه کسی حق نداشته که به حساب خیابون ترددی بکنه. ارمنی خبر نداشت از سر کار ساعت 11 تعطیل میکنه میاد بره خونه. یه سرباز ترک اونجا بوده میگه که اس کجا میری پدرسد و اینم میترزه فرار میکنه. شروع میکنه فرار کردن و سربازم دنبالش. کجا میری واسه بنا پدرسد این بودو اون بودو. بعد میره ارمنی توی کوچه بنبستی گیر میکنه و میبینه دیگه هیچ راه درایی نداره. یه تاپله گاو اونجا افتاده سری شواش میکشه پایین میشین رو تاپله. بعد میگه چخار میکنی پدرسد؟ میگه میبینه که من ارمنی هم دارم میرنم. میگه پدرسد این چه مال قاوه؟ میگه تو گذاشتی من بذار آدم برینم. بیروز رشید داشته تو خیابون میرفته. بعد خب رشید ریزه میزه است دیگه اصفهانیه. بعد با رفیقش یهو دو سه تا این بچه قولاخا مسخره شدن ای کوچولو تو چرا انقدر بابا تو رو فسقلی درست کرده؟ بعد اینم میگه که آخه بابای من زمانی که شب باشه من درست میکرده سو دستن آبوده است مثل بابای شما چند تا کمکی نداشته است. حالا میخوایم مصاحبه یه سوالاتی بپرسیم که مربوط به شغل یه چیزایی که شما اگه بدونید خوبه که بر اساس تجربه است. ما ازتون بپرسیم حالا شاید به درد کسایی دیگه هم بخوره. چند ساله تو این کاری؟ من الان 18 ساله بودم تو این کار بودم تا الان 77 سالمه. من تقریبا فکر کنم رفت تو 16 یا 17 سال. 16 سالی میشه. من ارزم به حدود 10 سال 20 سال. تا حالا چند تا ماشین عوض کردید؟ دومین ماشینمونه عزیز. ولی ماشین‌های شخصی زیاد عوض کردم. شخصی دیگه تو تاکسی هم مونده. ولی تو تاکسی این بوده. آره. قبلش چی بوده؟ قبلش پراید داشتم دیگه چون اسکات باید می‌کردم اسکاتش کردم. خیلی قدیمی بوده. دو سه تا. بعد چه ماشینایی بوده؟ بهترین ماشینی که برای این کار در نظر داری چیه؟ مثل ماشین ارزون قیمت مثل پراید مثل همون رواینا ماشینای سمند و پزو گرون قیمت به درد می‌خوره. اونا هزینه‌شون بالاست با این درآمدی که با تاکسی می‌خوای در بیاری هیچ جوری جور در نمیاد. یعنی هر چی در میاری باید هزینه کنی. بهترین ماشین که الان برای تاکسی خوبه یکی ماشینای پراید قدیم خودمونه که اصلا نه خرج دارن نه اصطلاح دارن هیچی ندارن. ماشینای ما الان 17 هر دقیقه ما داریم خرجش میکنیم. بیچاره‌مون کرده حقیقتا. همین سمندا. بله سمند 17. پس اینطوری که داریم میگی سمن خوبه. اصلا به درد نمی‌خوره. نه پژو نه سمند به درد نمی‌خوره. اگه به جز تاکسی یه کار دیگه ای می‌خواستین انتخاب کنی چه کاری بوده؟ من ابزار فروش بودم اومدم تو این کار. 4 سال تاکسی خریدم. قبلا بیابون بودم راننده اتوبوس ترلی بودم. کارهای ما همش فنی بود. متاسفانه آخرین کار ما این شد. ما تراشکاری کار میکردیم، پرسکاری داشتیم، دستگاه پلاستیک داشتیم یا آخرش اومدیم اینو گرفتیم. مثلا من خودم نقاشم در اصل. کار نقاشی رو خیلی دوست دارم. نظرتون در مورد رانندگی زن‌ها چیه؟ بهتر از بعضی مرداست. جدی میگم. رانندگی زن‌ها بعضیشون خیلی خوب رانندگی میکنن، بعضیاشون هم واقعا افتضاح. یعنی ربطی نداره. بخوای حساب کنی از 100% 60%شون راننده ان. اصطلاح که ماشین در ماه حدوداً چه قیمته؟ اصلی ماشینش داره. میگم اگه الان مثلا برای سمندی که داری اینا چه قیمت میفته ماهیانه؟ ماهیانه دقیقا حساب نکردم ولی تقریبا از اول سال تا الان تو راه سال 45 تومن هزینه کردم 50 تومن دیگه خرج کردم.
از مسافرها چه انتظاری دارید که کارتون بهتر پیش بره؟ احترام بذارن، بعضیا اهمیت نمیدن، بعضیا میگن بریزن به حساب نمیریزن، من رو نمیشه چون پررو نیستم، راننده تاکسی نیستم، رو نمیشه. مسافرها یه احترام که بذارن کافیه، ما رفتار خاصی ازشون به قول معروف نمیخوایم. کرایه رفتار کرایه خودشون دیگه آگاهن دیگه، سالی یه دفعه یه نرخ اضافی میشه میره تا سال آینده مشخصه همه چی. انتظار خاصی نداریم کار رو انجام بدیم. کرایه برخورد رفتار خوبه، همه خوبه، انتظاری نداریم. از مردم چه انتظار داریم؟ از این مسئولین انتظار داریم، نه از مردم. همین که برخوردشون با راننده تاکسی خوب باشه و کرایه‌شون رو به موقع بپردازن. یعنی قبل از سوار شدن پرداخت کنن. درست. یه سری اصولا رعایت کنن زمانی که میخوام پیاده شن، بعد اول سوال کنن، در همینجوری باز نکنن که این موتوری میاد میره توش، بعد سوال کنن میتونم پیاده شن، اجازه بدن بریم کنار در رو وا کنیم، وقتی در بسته است با شاسی باز اجازه بدن خودمون در رو باز کنیم، با هماهنگی باشه. موقع به حساب کریه دادن بحث نکنن، وقتی نرخ اونجا خورده دیگه این کمه زیاده بالا پایین این حرفا رو نزنن، درست خوش برخورد بکنن، برخورد درست داشته باشن. اینجور مسائل. بدترین اتفاقی که تو کار براتون افتاده چی بوده؟ بدترین اتفاق این بود که بعضی مسافرها خیلی بد اخلاقن، دمار ما رو در میارن رفیق. یعنی بد اخلاقی. آره بد اخلاقی مسافرها. آره حوصله ما هم کمه، اینا هم میان با ما چک و چونه میزنن، بد اخلاقی میکنن، اعصابمون رو میریزن به هم. یه روز هم داشتیم میرفتیم سر ایستگاه، یه خانم قبل اینکه اجازه بده اصلا کنار بیاییم یهو گفت مرسی و در رو وا کرد. همین مرسی رو گفت در رو باز کرد، موتوری رفت توش و یه خانم و آقا بودن جفتشون شوت شدن تو پیاده رو. خلاصه دو تاشون شوت شدن. من گفتم اینا ضرر مغزیشون، حالا خدا رو شکر که چیشون نشد، نه موتورشون چیزی شد نه خود حساب خانم آقا. بهترین اتفاق چی؟ بهترین اتفاق بعضی مسافرها خیلی باحالن، مثلا دربست میگیرن پولا خوب میدن، حالشون به قول معروف روبرای آدمای لارجی هم. کرایه ها از دید شما به صرفه است یا نه؟ حالا با این هزینه های ماشینا اصلا به صرفه نیست، چون هزینه ماشین اینقدر بالاست به نرخ دلار دیگه. آره یعنی یه زمانی فقط طلا نرخ روزانه داشت، الان قطعات یدکی و همه چی شده به نرخ روز. اول زنگ میزنن بازار قطعات سوال میکنن قیمتشو، بعداً بهت نرخ میدن و بهت میفروشن. خاطر همین به نرخ دلار باید خرج کنی، به نرخ ریال باید کار کنی. بعد از نظر مسافرها چطور؟ مسافر یه سریشون درک میکنن، یه سریشون واسهشون مهم نیست، فقط این میگن برچسب قیمت مثلا خورده فلان قد، فقط به اون نگاه میکنه. حالا میخواد مال 4 سال پیش باشه، مال 1 سال پیش باشه، واسهشون مهم نیست. نه به صرفه نیست، برای اینکه استهلاک ماشین زیاده. شلوغ ترین تایم کاری که تو روز دارید چه تایمیه؟ معمولا از ساعت 4:30-5 تا ساعت 7:30-8 شلوغ میشه. ساعت خیلی شلوغ. در کل این شغل برای چه کسایی مناسبه؟ من فکر میکنم واسه بازنشستهایی که درآمدشون خیلی کمه بیان یه چرخی بزنن با ماشین، یه فشار به ماشینشون هم نه، یه درآمد کمکی داشته باشه، کمک خرجشون باشه. و حالا از نظر اینکه بخواد شغل ثابتت باشه صرف نمیکنه، چون هزینه ماشین انقدر بالاست که یه موقع دیگه کلافت میکنه. شغل برای جوونا خوب، برای ما دیگه باید بشینیم تو خونه ولی جواب نمیده. پوله جواب نمیده. بازنشستگی 8 تا 9 تا درآمد میده. جواب میده. بدی‌ها و خوبی‌های این کار از نظر شما چیه؟ خوبی نداره، همش بده. اصلا جدی میفرمایی؟ بعدیش میگم همین هزینه‌هاش و گرفتاریاش و مشکلات کاریش و هزینه‌های ماشین و خرابی، تصادف، جریمه، نمیدونم اینجور چیزاشه. حالا خود در این حال با یه سری آدمای خوب و معرف با معرفت و با معرفت ماشینا میشه، اینا تعامل اجتماعی رو میبره بالا. اینا خوبه، این نظرها خوبه. و آزادی کار و آره دیگه یه جوری هم که اختیار تقریبا دست خودت، میتونی به کارهای دیگه برسی. نه این نظرم خوبه.
یعنی کسی مجابتون نمیکنه که مثلا این روز بیاین سر کار یا نه؟ نه اونقدر دولتی طور نیست. اینجوری اداره که نیست که حتما باید بری ساعت بزنی، نه ولی خب میتونی به کار دیگه هم برسی. ماهی حدوداً چقدر درآمد داری؟ ما اگه 10 میلیون در بیاریم 5 میلیون خرج ماشینمون میکنیم. حقیقتا بیشتر از اون خرج ماشینمون میکنیم. یعنی ما برای ماشینامون کار میکنیم. درآمد اونجوری که نمیشه حساب کرد. حالا معروف میانگین حالا بگو، چون ما میدونی چه جوریه، روزایی که مثلا تصادف میکنیم کار نمیکنیم، روزایی که خودمون کار داریم نمیتونیم کار کنیم، روزایی که ماشین خرابه نمیتونیم. این در مجموع بخوای حساب بکنی تقریبی عدد تقریبی 15 روز که در ما بخوای کار کنی تقریبا دورای 10-12. مرسی که مصاحبه ما رو انجام دادید. بچه‌ها دیگه داریم جمع می‌کنیم بریم دیگه با اجازهتون. خب بالاخره رسیدیم خونه. احمد دیگه بعد از شام تلویزیون نگاه میکنه تا آخرای شب. خب بچه‌ها دیگه ساعت 9:30 دیگه سوژه ما هم رفت خوابید دیگه. شبتون خوش.